تو این یه سالی که نبودم چی شد؟ جنگ شد بین شهرام شکویی و زنش. مردم ببینید این خانم پاکدامن زن منه، اینم خواهر زنمه. سلام. جنگ شد تو استادیوم. علی پروین عزیز دلم بیا دیگه. بازم جنگ شد تو خارج. کره خر چرا نمیفهمی؟ جنگ شد بین دختر پسرا مثل همیشه. جای درست مرد زیر پای زنشه. جنگ شد جنگ واقعی که خب خدا رو شکر همه همسایه‌های من سمت درست تاریخ وایسادن، یعنی معتاد بودن و کسی نمیخواست بزنتشون، منم زنده موندم. همچنان جنگ شد بین انسان و ربات. من میس دیتا هستم، توانایی لبخند زدن ندارم. پس یه هایده برام. داداش مشخصه که منو گذاشتن اینجا، معلومه که نمیتونم با صدا هایده محمد رضا شایع بخونم. اتفاقاتی بدتر از جنگ افتاد. ببین من لولم خیلی بالاست، میخوای زنگ بزن از مامانم بپرس. تو خوشگل منی. همیشه هم جنگ نبود، یه جایی خیلی آرامش بود. متاسفانه امسال همون اتفاقی که سالهاست هممون منتظرشیم نیفتاد و استقلال پرسپولیس رو نبرد. حالا من کجا بودم؟ این یه سال رفته بودم مسافرت به، حالا اصلا مهم نیست من کجا بودم، برگشتیم دیگه. خوشحالم. یا لایک کن داریم زحمت میکشیم، یا فالو کن داریم زحمت میکشیم، یا لایک و فالو کن زحمت میکشیم.